پویایی صنعت بیمه اطمینان از آینده را به همراه می‌آورد. اطمینانی که برای فعالان بازار، کارآفرینان، سرمایه‌گذاران یک ضرورت است. در 5 سال گذشته رونق بیمه‌گری در کشور و جذابیت آن برای سرمایه‌گذاری سبب شده است تعداد شرکت‌های بیمه‌ای از 29 واحد در سال 1392 به 32 واحد در سال 1396 برسد و تعداد نمایندگان و کارگزاران فعال 2 برابر شود. روند رو به رشدی که به واسطه آن ضریب نفوذ بیمه در جامعه ایرانی از 1.73% در سال 92 به 2.33% در سال 96 رسیده. آخرین آمارهای صنعت بیمه کشور در سال 1396 نشان می‌دهد میانگین شاخص کل اعتماد عمومی به صنعت بیمه 2.9 از 5 است و ایران از نظر میزان حق بیمه تولیدی در منطقه رتبه 5 را دارد. صنعتی که با سرمایه گذاری نزدیک به 30,000 میلیارد تومان 9.4% از سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور را تشکیل داده و برای 115,000 نفر اشتغالزایی مستقیم انجام داده است. دستاوردهای صنعت بیمه کشور پویایی در کشور را به همراه دارد. این صنعت 1/3 کل ارزش موجودی سرمایه کشور را تحت پوشش بیمه قرار داده و در فاصله سالهای 1392 تا 1396 حداقل 25,000 شغل ایجاد کرده است. بیمه کارآمد اقتصاد سرآمد را به دنبال خواهد داشت. با بیمه مرا بیمه جهان نیست. 13 آذر روز ملی بیمه.